سلام و درود خدمت شما ماگرندیای عزیز. با یه قسمت دیگه از نکاتی که باید قبل خرید بازی بدونید خدمت شما هستیم. امروز اومدیم نکاتی که باید قبل خرید بازی رئیس افتارونین بدونید صحبت کنیم. یک بازی جدید از نینجا تیم، شرکتی که کلی بازی ساخته مثل نیو 1 و 2، فالن دینستی، بازیایی که کلی خاطرات واسه ما درست کردن. این بار ماجراجویی در دل تاریخ و در محیط جهانباز پیش میره. بازی که سر صدای زیادی کرده به خاطر گرافیکش، محیطش و اون سبک حالت نینجایی و ساموراییش. و امروز میخوایم یه مقدار تحلیل و حالا یه مقدار از اطلاعاتش رو واسهتون بگیم که آیا ارزش خرید داره یا نه. سعی کردم براتون زیاد اسپویلش نکنم و صرفا میخوام نکات مهمش رو براتون بگم. بخوام از محیطش واسهتون بگم، یه کپی از همون گوستاو توشیما و سکیرو با قابلیت جهانباز. تیم نینجا کلا به اسپیناف کامبت سولز معروفه. برای این بازی که دنیایی پر از کوستای متفاوت، لوت و رازهای پنهان، شهر و NPC ها و مکانهای زیبایی که میتونید کلی داخل محیط بچرخید و محیط استفاده کنید و لذت ببرید. شما داخل بازی سیستم قوی، وسایل مبارزه، متحدین، تفاوت کاراکتری و غیره رو شاهد هستید. اگه بازی جی تی سان آندرس رو بازی کرده باشید میدونید که اونجا دارای چند تا گروه بود که هر کدوم منطقه خودشون داشتن و گسترشش میدادن. داخل این بازی هم اینجوری همینطوره، منطقه‌ای که قوی‌تر باشه یا گروهی که قوی‌تر باشه بر دیگری مسلط میشه و اونجا رو مال خودش میکنه. میشه گفت بازی تو همین چیزا خلاصه میشه. انواع سلاح‌ها برای استفاده موجوده، مثل کاتانا، دو شمشیر، سلاح‌های بزرگ و غول‌پیکر و غیره. همه اینا با استایل همراه با حرکات، انیمیشن و اسکیل‌های متفاوت در دسترس و قابل آپگرید. همچنان که دارید بازی رو ادامه میدید و از وسایلتون استفاده میکنید، میتونید به مرور زمان یه سلاح‌های جدید و قوی‌تر جایگزین اونا کنید و آپگریدشون کنید. هر کدوم ویژگی خاص و قدرت خاص خودشونو دارن. وقتی مهارت جدید آزاد و استفاده میکنید، باید یاد بگیرید که چطوری حملات خودتون رو به بهترین شکل اجرا کنید. اگه از این دست گیم ها رو تجربه کردید، کامبت مبارزشون طوریه که باید بدونید چه موقع دفاع، چه موقع حمله و چه موقع باید اصلا گارد بگیرید که هیچ حرکتی نزنید و به موقع حمله کنید. هر کدوم دکمه خاص خودشو داره و صرفا یه دکمه نیست که مبارزه کنید مثلا بازی گاد آف وار. وقتی دشمن خودتون ضعیف و باید که سنگین کارشو تمام میکنید. این سبک مبارزه طرفدار زیادی پیدا کرده، به خاطر همین شرکت‌های سازنده این سبک رو الگو قرار دادن. این سبک مبارزه هوشمندانه‌تر، سخت‌تر، تمرکزی‌تر و بهتره. بلاک حمله و حمله در مقابلش، حرکات بجا و موثر باعث برد میشه و صرفا زدن دکمه نیست. با استفاده از قابلیت و سلاح همراه خودتون دمج حملات رو بالا میبرید و به غیر از این موارد جلوه‌های ویژه‌ای که زمان حمله یا حرکات به کار رفته جذابیت بازی رو چندین برابر میکنه. مثال در اکثر بازی‌ها معمولاً کاراکتری که از پشت میخواید اونو بکشید، اونو یا خفه میکنید یا با چاقو میکشیدش. اما تو بازی‌های مثل گوستاو توشیما یا بازی‌های تو سبک نینجا و سامورایی کلی استایل واسه کشتن وجود داره، مثل پرش از روی هوا که شمشیر از تو بدنش فرو کنید یا گردنش رو ببرید که بازی رو یه چیزی اصلا متنوع کرده. میتونید داخل محیط بچرخید، آیتم پیدا کنید و با آیتما، شمشیر، کلاه خود، حالا هر چیزی که داخل بازی هست رو تقویت و آپگرید کنید تا تو حملات بهتر عمل کنید. یا میتونید کلا اصلا آیتم و اینا رو ول کنید و صرفا جهت گشت و گذار بچرخید و از محیط لذت ببرید. اینجای بالانسی داره، نه انقدر سخته و نه انقدر راحت. مشکلی تو بازی هست که امکان داره دو تا باس یا چندی انمی همزمان به تو حمله کنن و مجبور باشید ساعت‌ها زمان واسه اونها صرف کنید. کسانی که سورس پلی دادن این چیزا واسهشون راحت تره و بهتر درک میکنن. 3 مود در اختیار شما قرار میگیره: راحت، متوسط، سخت. تو حالت نرمال بذارید بهتره، یه چیز بالانس رو بهتون نشون میده. کلا بازیای سولز تو حالت نرمالیش سخته، چه برسه حالا هاردش کنید که اون خیلی دیگه عذابه و اصلا بازی رو زهرمار میکنه تا اینکه بخواد آدم ازش لذت ببره. برای انجام یا پیگیری چالش ها از منو اونا رو بررسی کنید، سعی کنید بعضیش رو انجام بدید، خصوصا اونایی که باید کسی رو بکشید. اون آیتمای خوبی داره و برای تقویت سلاحاتون خیلی خوبه. بعد از کامل کردنشو به نزدیکترین پرچم کنار آتش، حالا آتشی که داره میسوزه معمولا داخل مپ هست، برید و اونو بردارید، چون یه سری چیزا رو واسهتون آنلاک میکنه و حالا نمیدونم یه سری امتیازان بهتون میده. دقیقاً عین اسپایدرمن، هرچی بیشتر امتیاز جمع کنید مهارت‌های متفاوت رو باز میکنید و حملات رو هم خیلی واسهتون راحت تر میکنه. وقتی کسی شما رو میکشه، باز این قابلیت رو شما میده که برید ازش انتقام بگیرید. با این کار میخواد مثل ردد حس خوب بودن و بد بودن شما رو تست بکنه. وقتی بازی رو استارت میزنید، اون حالت استوری مودش، شما باید گروه خودتون رو تجهیز و با اون حرکت کنید.
میتونید حالات کوآپ رو فعال و به صورت آنلاین با کسی بازی کنید. در ادامه راه گروهی دورتون رو میگیره و تو حالت مرگ قرارتون میده که همزمان با همشون باید بجنگید. اشتباه نکنم جزء بخش اصلی داستان نیست و حالت فری محسوب میشه و میتونید ازش گذر کنید. از همین الان مادسازا دست به کار شدن و پی سی پلیرها میتونن یه سری مازا به عضو میخوام مادها رو اضافه کنن و حالا گرافیکی باشه، فان باشه، ازش استفاده کنن. بحث گرافیک شد ترکونده، از نورپردازی گرفته تا جزئیات و طراحی خیلی خوب قدیمی مکانها، اما تو نورپردازی توی یه سری محلات خوب پخش نمیشه، انگار باگ خورده و یا حتی یه سری بافتا خیلی خوب رزولوشن نشون نمیدن و حتی ساختمونا رو خیلی بد نشون میده. ناگفته نماند این چیزا خیلی سخت دیده میشه و کلا نظر گرافیکی خیلی خوب ساخته شده. و در قسمت‌های مختلف شاید هستید هر NPC در حال انجام کار خودشه، آب و هوا دائم تغییر میکنه، چرخه روز و شب کلا داخل بازی هست. همه این ویژگی‌ها باعث میشه تا حدودی اون گرافیک، یعنی اون چیزایی که باگ میخوره، قابل تحمل باشه. اما خب من میگم گرافیکش خیلی خوبه، این چیزا خیلی به سختی دیده میشه و بستگی به آدمش داره، خیلی جزئی‌نگر باشه و به این چیزا اهمیت بده که آدم همچین چیزی واقعا کمه. اینجور آدما می‌بینین اینجا خیلی روی داستان سرایی تمرکز کرده، به خاطر همین تو سال 1850 در ژاپن یکی از داستان‌های اون رو داره روایت میکنه، باکودوساما در ژاپن. برای همین استوری گیم رو خیلی منحصر فرد کرده. گشت و گذار در زمین، در کوه‌ها، دشت‌ها با شکوفه‌های زیبای گیلاس، جنگل‌های بامبو، همه اینا از ویژگی‌های ژاپنه که آدم اصلا حال میکنه توی این محیط بچرخه. بازی‌های کلا تو سبک سامورایی و اینا آدم بیشتر به خاطر محیطش میره، به خاطر اون سبک و این چیزاشه که خیلی قوی و منحصر فردش میکنه نسبت به فایتینگ‌های دیگه. حتی میتونید مناطق کنار ژاپن رو با اسب، گلایدر یا قلاب بگردید. رفته رفته با همشون آشنا میشید، از فرهنگ غرب شرق که ترکیبی از هر دوه، همراه با مرزی که در اونجا زندگی و معیارهای متفاوتی وجود داره. تو این محیط ها حتی یه سری فروشگاه وجود داره که میتونید آیتم و سلاح خودتون رو قوی یا به فروش برسونید. تو قالب مأموریت میتونید به مردم کمک کنید، چیزی که تو اکثر بازی‌های جهانباز هست. بعضی از این بازی‌های جهانباز یا خیلی مپشون بزرگ و پرتراکمه، یا اینکه نه برعکس فقط بزرگه و بیشتر چیزای خالی و اصلا دل آدمو میزنه. ولی بازی‌های مثل گوستاف تو شیما، ریس آف رونین یا سکیرو خیلی مپشون پرتراکم و خیلی خفنه و از نظر محیطی کلا یه چیز خیلی مشتی واسه ما ساخته، مثل الدن رینگ و چیزا خیلی جزئیات و جلوه‌ای ویژش خوبه. این بازی هم حد و وسط رو رعایت کرده. مثلا مبارزه در کمپ ها برای جمع‌آوری آیتم خیلی خوب ساخته شده و آدم میخواد بارها و بارها انجامش بده. در استوری مود بعد ساختن کاراکتر شما تبدیل به شخصیت رونین برای تغییر دنیا و انتقام از کسانی میشید که به دایکده شما حمله کردن و شما دنبال دوستاتون هستید که ببینید اصلا کجان و دارن چیکار میکنن. به سرعت درگیر سیاست و چیزای دیگه میشید. برای ادامه مسیر و کمک دریافت جوایز کارهای مختلفی رو باید انجام بدید. بخشی وجود داره که وضعیت مهارت و طرز انجام حرکات رو شما نشون میده و میتونید اونجا یه سری چیزا رو آزاد کنید یا آپگریدش کنید. مرحله با افراد بیشتری آشنا میشید، بعضیاشون دوست و تعدادشون هم دشمن شما هستن. نکته جالبی که داره یه سریاشون الهام از کمیک با شخصیت‌های فیلم یا انیمیشن یا دنیای واقعی هستن. به غیر آیتمایی که بعد از شکست دادن باسا به دست میارید، یه تعدادی از کسانی که باشون آشنا میشید هدیه بهتون میدن و میتونید داخل بازی واسه حالا آپگرید باشه یا هر چیز دیگه باشه استفاده کنید. چه رابطه خودتون رو با این افراد قوی تر کنید، آیتم و کمک بیشتری رو دریافت میکنید. وقتی وسط فایت هستی صحبت‌های جالبی بین دو تا کاراکتر جابجا میشه که گیم رو جذاب و کاتسین و اسپینافاش رو خیلی بهتر میکنه. پیدا کردن لوت بر اساس کمیابیاست، یعنی کامون، ریر، اپیک، لژندری تقسیم بندی میشه، اما مشکلی که داره اپیک و لژندریش خیلی سخت پیدا میشن و گیمر رو خیلی اذیت میکنن. درسته کلا باید نادر باشن، اما نه که انقدر سخت پیدا بشن که آدم زمان زیادی صرفش کنه و اون زمان و اون انرژی گیمر رو بگیره. به خصوص زره و شمشیر و وسایل جنگی که دیگه واقعا اصلا عذابه. ولی در کل از نظر لول اپ، آپگرید و زدن انمی خیلی خوب عمل کرده و سربلند بیرون اومده. درسته یه سری چیزاش خوب نیست، اما خب اون قابلیت‌های خوبش خیلی بیشتره، مثل کامبت، مبارزش یا محیطش. کلا نه کاملا میشه بگیم سولز و نه انقدر هنری و متفکرانه اندازه گوستاف تو شیماس. یه چیزی مابین این دوتاست. البته باید بدونید چه سبکی رو دوست دارید، تجربهش کنید، در اون صورت اصلا ببینید چطوریه، باش حال میکنید
کلا اول بازی رو یه سری ویدیوها ببینید بعد برید بخریدش، که توی ایران متاسفانه بازی خیلی گرونه و آدم ریسک و ایناش خیلی باید کمتر باشه. تا جایی که تونستم اطلاعاتی راجع به گیم بهتون گفتم، چه نظر خودم چه طرفدارا و حالا نظرات مختلف دیگه، ولی سعی کردم زیاد واسهتون اسپویلش نکنم. در کل بازی خوبیه، خودم خوشم اومده و خدایی خیلی خوب همه چی رو اعمال کرده و یه چیز خیلی کامل و پکیج کاملی رو به ما نشون میده. اگه حال کردید بگیرید، اگه هم نه که دیگه هیچی دیگه. مرسی که تا اینجای ویدیو رو دیدید. اگه از ویدیو خوشتون اومد ممنون میشم لایکش کنید، واسه ما کامنت بذارید و ما رو سابسکرایب کنید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار. For anyone embracing its bitter end. The only thing we know for sure is that time marches forward. Even if we are apart,